این مسجد چون در بین یک گودال قرار داشت که اطراف از این ها و چیزا بوده و بسیار عمیق ساخته شد و خاطر از اینکه ها و چیزا می آمد باعث تخریبات از این مسجد میشد و این را در دوره بعدی که در اورنگزیب در سالهای 1658 الی 1707 این را دوباره سازی میکنه و این را به شیوه هنر معماری هندی و مغولی و ساخته می شود. مسجد قدری سبک معماری مغولی کار شده است که در 40 متر به عرض و 60 متر طول به شکل مستطیل شکل ساخته شده است که در ساختمانش از نوع کمان، پایه های تزئینی و رواق و مشترک بندی ها استفاده شده است که مشابهت به دوره مغولی می باشد.